سلام دوستای عزیز، انشالله جور سلامت باشین. من خواهر محمد خان شفایی هستم، کسی که امروز عکسایش بر رسانه نشر شده که خودکشی کرده. بیادر من هیچ دلیلی بر خودکشی کردن نداشت. زندگی خوب داشت در پاکستان. درست مشکلات های فامیلی داشتن، اما او دلیل شده نمیتونه که بیادر من خودکشی بکنه. و کسایی که گفتن که این نفر به خاطر دلیل رد شدن کیس کانادا خودکشی کرده، این ما بیخی رد میکنم که هیچ امکان نداره، بخاطر بیادر ما هیچ کیس کانادا نداشت. و در حالی که خود محمد خان 6 سال پیش در اتریش بود، داوطلبانه خودش آمد افغانستان. پس هیچ تو دلیل شده میتونه که فعلا خودش بخاطر یک کارد یونیس آر یا رد شدن کیسش به خودکشی بکنه. این اصلا کیس نداشت. اولا. دومانی که هیچ تو امکان داره وقتی این اتفاق ساعت 3 روز جمعه میفته و به شفاخانه انتقال داده میشه، 2 ساعت بعدش پیش از اینکه فامیلش خبر شوه این جسد بخی انتقال دادن به مسجد. این وقتی خودکشی میشه یا به قتل میرسه، این باید ازش مثلا معلومات شوه یا باید تحقیق شوه یا مثلا باید از این تیب عدلی گرفته شوه. چطور امکان داره در ظرف 2 ساعت تو تیب عدلی زیر بکنی، تحقیقات از زیر بکنی که این نفر خودکشی کرده؟ وقتی از این تیب عدلی میره تحقیقات گرفته میشه، حداقل 24 ساعت از این وقت میگیره که یا از بدن از این عکس میگیره که مثلا این نفر خودکشی کرده. هیچ یک ثبوت فعلا در فامیلش نرسیده که بگوییم این خودکشی کرده. و ای که وقت خانم از این میه بر رسانه‌های رقم میگه، خود تو بیا اثبات بکن. وقت خودش 2 بار که به بیادر کلانم زنگ میزنه، اول میگه من خانه نبودم، اشتکا خبر نداره، چون بخاطر که یک دختر و یک بچه هم دارن. دوم بار که زنگ میزنه بر بیادر کلانم میگه که این نفر خود در پیش دختر بچه خود این خود دار میزنه. این چطور امکان داره که مثلا یک نفر بیشینه کسی 2 تا اشتکایش که از خودش کرده برش عزیزتر است، این بشینه در پیش از اون خود دار بزنه؟ حداقل کسایی که پشت از امی قضیه هستن، امی قضیه را حداقل معلوم کنن که قضیه از کجا قرار است. این نفر خودکشی کرده، خب دلیلش بیار، در کجا خود حلقاویز کرده، معایناتش بیار، معاینات تحقیقی بر از صورت گرفته بیار. دوستا ببینید وقتی من وایس روان کردم، این باعث ازی شد که دوستایی که در رسانه هستن یک ذره خشن‌تر رفتار کنن که چطور امکان داره که مثلا ما این تایید را از خانومش گرفتیم که این نفر به قتل رسیده. من این ادایی که خانومش کرده من حیث خواهر محمد خان را رد میکنم که بخاطر که بیادر من اینقدر ناتوان نبود که بخاطر یک کیس یونیس آر بیشینه خود حلقاویز بکنه و ما هیچ ثبوتی هم فعلا ازش نداریم. و من از دوستایی که در پاکستان هستن، دوستایی که در رسانه هستن، من از شما خواهش میکنم که حداقل اگه بیادر من کشته شده یا مثلا به قتل رسیده، حداقل امی وظیفه شماست که حداقل امی رو معلوم کنین یا به فامیلش برسانین که دلیل از این چی بوده. حداقل تحقیق کنین. باید یک تحقیقات طبی باید مکمل شود، نه که در ظرف 1 ساعت پیش از اینکه فامیلش خبر شود نفر جسدش در مسجد برسه. این اصلا امکان نداره. دوستا سلامت باشین و من از شما خواهش میکنم